سلام دوستای گل جور بخیر هستید. امیدوارم جور صحتمند باشید. دوستای گل امروز اومدیم خنجک در منطقه ملمنجک سر ملمنجک یعنی ولسوالی کتی ولایت دایکندی. دوستای گل امروز اومدیم در خنجک در منطقه سر ملمنجک کی دوستا تو بر خنجک بری ما اینجا خنجک داره بیت مرش نشو بدم ولی اصلا خنجک نداره از دیدیم بیت ما خنجک رش نشو بدم. از دل سعی کنین در خنجک زده ولی کلون از کلن مو سبایی گو آمده باید داره نه نزدیک نیم من یا دو سروری لیلا زده خوز دل دیگه اینجا کی از گناه آمده این کربلای این کربلای یک ویدیو بگیری کربلای سوال داره تو بیش کی اینج نقل کو یه نقل یه نقل نه بیا بخزی رفیق دیگه من علی رفیقتون سلام علیکم نه تو چطور هستی؟ اینو نه با خدا ما بگم دیگه. یک سلام علیکم رفیقان چطور هستی تو؟ خوب هستید؟ خیر سلامت باشید. خوب اینجا آمده خنجک؟ آره. چند خنجک زده؟ یک من نیم من. بیار تو مسایگن. این قضیه. خوب از دل دیگه این رفیق من منی قصد خنجک زده نزدیکی از هم دیگه دو سر یا نیم من موشنه دیگه قدر هم خنجک از مونه. دیگه یک کربلای دیگه هم دتای برده بخزو بر کو هم دش خنجک گبر شده بیا اسکی بیا برده بخش بری. خوز دل دیگه این کربلای دیگه هم اینجا برش دست سعی کن یا خدا تو نمیتونم خوب کربلای چطور هستی تو؟ او سلام روز بخیر خوبین بخیر سلامتی جور باش بخیر وسا کرمون تو اینجا دیگه خیجک زدونه دیگه کوناوردی برادر میله ها میله تموزی ان شاء الله وای وای جای خیلی جای خوب مثلا دیگه خیجک مثلا کم باره دیگه این زیاد نداره خیلی کم هوا خوشحالی خود تو چند زده؟ حالا دیگه شاید من شیده باشه ولی دیگه جای سخنجک تو مو برساگین حالا اونم دیگه سای نمیشه اونجا به خطک بور بخزی بور خو از دل بیا برساگین ما برساگو بیا برساگین خنجک از کربلای رای چند زده از بار شلون میاد باشه کم بودم یک من صبح پیچو فرا نداره آره وا بیا از ساگین از دل دیگه تاجیکستان مدین خنجک پاکم تا قاق دیگه مو گاتار کم از علاقه دی آمده علی ولی تو قدر از ما نزد کربلای تو گفتی نخوی صبر کن ما خنجک زیرش میشود این سخن خنجک دیگه از دل وقت خنجک مخالدم علاقه مشتاق وی کربلای زخم او مخالد به یعنی خنجک نمیرم گلای این از دل یک کم زده کم زده کم خوب مثلا بیام اگرم اینترنشم نشو بدم نه به یا بخوریم آره عالیه خب کربلای تو گفتن نداره بگو یکیش نه والله من چیز گفتن نداره چند مندش دید یا نه مندش دید به حد بعد مندش از سبایی که ما تمیال را که زد یک من یا نیم من الا مخنجک زباشید آره زد گشنه و علک حالی هم سال امسال خوش سالی اصلا بار نکدمی امسال حالی هم ساعت 11 یعنی متونوز در این جستی لیت خنجک هم قزده خب بیا بریم جای کن راست ساعت 11 واو 4 دقیقه بیا اینجا نشو بگیری این بچه خوشگل گرفتی بیا راستی بیا اینجا از دو دل دیگه اینی که است خنجک خود ما دیگه بعد ما شما خنجک خود خورم نشو بدم یکی بود از دو کربلای دیگه بود یا ما خور شما نشو بدم خود ما چند زدیم پاس نگید که باش خنجک خود کنشون دکم بلند دیگه یا نارم زده ما نارم زدیم نار علی گفت دیگه ما از خانه یکی نار از خانه خوردیم که یکو بخوره دیگه تانزش نخوردیم علی گفت ما قدر از گنا خنجک زدن نسیم ولی از ما کم میدم از ما این ترکیه داره کم میده سگم کلوتر از گین گلاس ملاس پاگورده ده خو اونا هم یخچال وطن مونه یخچال وطن هم بگید بیا ازی بیرور مزی کی اگر از فیلم میگیره ازی لشم نشودم اسکن الله چی یه چند گرفتم بیا ازی سگی های وا بای ده نشون ندی مردم خنده منه نه
نخوره یه مخبت کم زد شما آخر نگوز که یه خنجر ای یعنی یکی هست یعنی پیرمیرون جبی هم از بیرار شما بگیرم سعی کنی یعنی این داری تا لباس ایران آمده خوب برال تو چطور هستی علی؟ خوبم شما سرکنید ما خوبیم از دوی دل دیگه همین طور که مینگر خو اون منجی که است اون رو سرک اونجا گنده شما معلوم شون نشنه رای وشای که بعد مون هنوشای از وشای مون هن طرف کسیو و دیگه طرف شم که مکونای کتکتای که صاف خنجاق است و اون طرف هم بگیر اون طرف شم که صاف خنجاق کون از دیگه این طرف شم طرفی کونی کرد گفتم بعد دیگه از دوی دل که مینگری سایکو کشک آورده اون کشک خنجاقون از بلون مثلا شواکش میکنه و میکنه و دمنه این زی چیز میکنه دسمال دگردون بسته میکنه دمنه از میندازه خو از دل و دیگه اینی کربله اینجا که آمده لگه داو مخوره خنجاق کلو خورده شده علاق کرده خو سوارم کشتم این ناس هم زده اید ایرانیا ما در افغانستان زندگی میکنیم ما نسوار میگیم شما ناس یخچال وطن ای تو یخک جای شما خالی دیگه اینی کربله که است از دو دسمالی دگردون بسته نکرده یعنی دمین دامون خزده دیگه اینا سعی کنی کی سگر میمونه اینجا دیگه اینه نه اینه نه سعی کن تو این تر اینجا جای شما خالی دیگه زدون زمون دارم دیگه شون از دل میزنه ټک میزنه بعد اینجا اینا شای پرتگم نه خاطر مالای کس مسخره به مالای خبره بدیا مالا می دیگه تا پیشی رو بلیدی حالا راستی ما آخر سر سعی کنم که حال دیگه با پرونا فقط مینم زیاد گونی پاک ایمنا جام فقط هیچ ما خمول ما شمول خبول کلام من ما گرم دیگه چه مولالی در نماز نمیرسه تو این مولالی یک شی بود همون تا ساقیج داشت ای راستی ما لیلون ما جاب ساقیج بود حالا ساقیج هم دست چا کن بود یارم ما دیر ما بیچین مکم لیلون پیدا کردم از دل دیگه اگه نگو ساقیج نه ساقیج نه کامل نکن که ساقیج ساقیج نه بیام ازش میشو بگم سگون همین خنجاکو هم درختو که است از قلم شین دقیقی بدرش اینا برای چیز دوایم برای یک جایمه که زخم مخم شید بزنی زود خوب میشه مثلا از الکل هم بالا از الکل بالا دیگه الان توی راست ساخت خوب دوایم دوای زخم فقط دیگه مخصوص دوایی که دیگه بین داده دیگه از همه دواها دیگه بالا خنجاق چاک شده زمانش بینید پس بستم یا چه بخیر خنجاق فقط نفر میخواد که میده تیر کنه یک سرا ولی از ساک گرفته و من تمون چم معلوم میشونه خدا درست گفتی چند نایب نداره زیشت معلوم نمیشه این دخترم اونجا است ایرانیا با کلی بخدا سایم او ایرانی هم دیم تیر خب از دو دل در کردم تا که مینگرد مو که از اینجا کم کم زده در کد موریس که ساک در پشت هر زمان تقریبا نیم من داسرم در کیا است دیگه نیم من دیگه 2 کیلومتر یک من 4 کیلومتر که در من پایین مفتی دیگه نه دیگه منظره زیبا ساک از دو دل یک جای است که نگوید دیگه تایزی کنی زیبا و دیگه از دو دل دیگه تا آخر ویدیو هم روی از ما باشد که ما دیگه اصلا کارا میکنیم و انشالله یک ویدیو خوب داشتم بسازم دیگه از دلیل دمش میگرم خب از دو دل هم که گفتم که قرارم مالا به اینجا سعی کنیم بود باشه مسکی هست اینجا مالا قرار موخ جاکنه که زد قاقاش پرتا که این می موخ را شده نه دخل پیش بتاعم تو بلا کلید میگی خنجاق نگر بشه دیگه اینجا برو خالی آقا
کجا آمدی تو امروز؟ داشت کجا آمدی امروز؟ من امروز خنجر چند زده؟ چند؟ این شیرینی البته اینی چیه؟ چند کیلو میشه؟ 2 کیلو. ماشاءالله ماشاءالله. خوب از دادیم همینطور که میگرد اینی رفیقان مگه دار کرد از اینجا از خو عکس میگیره فیلم میگیره که دیگه باری که رفت بگم موین تا جای آمده تا جای خنجر آمده که والله که بخیم تا پشیمونی که بچه مومن جمع یعنی پشیمون یعنی شیمون دیگه یعنی بخیر شیمونی که ما بچه من جمع اصلا خنجر نداره از دادیل سعی کنید یک خنجر اینجا برو بده بخیم میزی برم سعی کنید از دادیل اینی خنجر خو هم دستور خانه هم یک دونه اشیل بعضش خود نزناوری اشیل کدا دیگه کلنوش نکرده از دادیل و دیگه اینکه من جمعده این دل ماستم انا دیگه کم برش کی راود متراخ برده بخ متراخ هم گرفتی یک ویدیو کوچیک از اونجا شما میگیری در شما میگیری و دیگه تا آخر ویدیو همراهیم باشید که مستقیم میکنید دیگه از دل دیگه یه جا دیگه ما چنل عکس میگیری دیگه همراهیم باشید دیگه ای کربله ای که خیلی زحمت کش شد دیگه اسپاک پاس میام میگه که من خنجر کلوتر بزنم و خنی خوب برم دیگه کربله ای چند خنجر زدی کلو زدی کم یارا من کنه شده قریب است یا مدنی یا یخچال اینم برادر خنجر خوب جایش مخالی بگی نفرایی که سعی می‌کنن دیگه خنجر تازه از دل ای دو تا کربله دل چاسته عکس بگیرم دیگه هم دمین گرد این دیگه کو اینجا ده ای بیرا رو توش که از ما عکس بگیر دیگه کونا اینجا کو اوس خوب میاره یار دو درگت اکشن نکرد نه عکس بگیرم ی اکشن چیه خوب از دل دیگه اینی هم مالاییه که مقاقای خنجر پرته میکنیم و این مالا مخورش اینه سعی دیدیم همون تا مالای چاخشا خوب است دیگه فقط قاق خنجر همون پرته میکنیم دیگه نمخوره از دل مالا یک رقم هم قاقای خنجر کار مخوره که نگوید خب از دل دیگه ما دبیخ موتور خود دیگه این موتورای منو سعی کنید موتور کس از ما و هم کس از این جنابه و دیگه اینجا خنجرم خیلی سرخ شده ولی بازم میگه نه رو بیزنی بازم میگه نزنی نمیدونم زگر کنیم دیگه این جک دودن از گناه از دل مواست گناه پیشم باید بخونه بیرار یک دونه باید بخون نه ای با خدا گناه میزی دلبی تا میگونه ما گناه باید بخون ای بابا نکن دیگه انت بیار باید بخون یک گناه کس از دل کویی هم از دلبی تا میکنم که از ما عکس نگیره فیلم نگیره نه بخون بیرار ها یک باید بخون خیره این کس اینجا چوبان هست بس میگم ما باید میخونم ولی فیلم میگیرم میگم نمیخونم از اینا بگذاری این اینجا این خنجرها از دل ساکن هم ترک میگیرید این خنجرها باز جایش سرخ باز جایش نیست دیگه هیچ که کویی نه همون درست دارم تو پر میگم فقط بوزغلا و بوز اون نه آیا لالا تکشات بیش کی تکشات بیا اون نه ای تکشات در دیوار سر ملم جک بفرما این یک از خنجر نزدیه نه به چه خنجر و دیگه این نه کس دیوانگون هم میز سر ملم جک دیگه از دیگه از سر ملم جک است ویدیو رو میگیرید یعنی دیوانگون اگه مینخشید بگید نکن دیگه هم تکاریش تکورا خب از دیگه اینجا فیلم تمام شد درگاه این کربلایی که است سبایی که ساعت 6 آمده ساعت 12 و یک این میالیانم تقریبا نیم من یا یک من خنجر زده و دیگه از این بیرار من که است دمینه خورشی که من شده اشلی منم یکم یک دوستی رو بودم قصیوال که فیلم گرفته بودیم از خود خورم من خورشی اشتم دیگه و دیگه از این کربلایی هم که قدر از او کربلایی شده که تقریبا یک من یا نیم منوری هسته دیگه چه دیگه نیم خنجر از این زده کم چون یعنی مالا مدار کردم قاقاش مخورم داشتم گفتم دیگه
و دیگه این موتور اسکارپلای گل سوار شدم موری بخیر دیگه اگر تا حالا عضو کانال منش نکرده کانال ما سابسکرایب و مشترک شد تا ویدیوهای بعدی ما را دست نده تا کلیپ بعدی خدایارتون و دمتون گرم شو گذار. نیست کی؟